ستونیم خوب هستیم. ببخشید یه ذره فعالیتامون کم بود. یه سری کار پیش میاد، مثلا من کلا برم خیلی آدم برانور فیلم بسازیم. داریم واسه بازی خیلی شیطانی و حتما بریم داخل بازی. من خیلی یعنی شروع بازی. یه سری ترجمه داره اینجا، زیرنویس داره، الان براتون میخونم. مثل انگار داره خواب میبینه. آی خدا. آی سرم. اینجا کجاست؟ حافظش از دست داده. اون خواب چی بود؟ مثلا من کی هستم؟ اصلا چجوری که حافظش رفته اما زبونش نرفته. خب بریم برای آموزش. هم آموزش میدیم هم سری کار داره. و اول بسم الله یکی از آزاداش معلوم شد. دقت کنین اینجا یه مثلثه. خوب بخواین دقت کنین. خب حالا ابتدا کلید رو از مقابلتان بردارید. سپس به سمت راست رفته و مرد زخمی و مجسمه را بررسی کنید. چشماش رو هم بسنینم. از اولش این مرد نمیتونه صحبت کنه. به نظر میرسه زبونش رو قطع کردن. چشماش رو هم کور کردن. باید یه جوری بهش کمک کنم. حالا اینجا رو به چپمونم نمیگیریم. یه علامت خاص دیگه هم اینجا هست. دقت کنید. حالا به هر حال سر شکسته شده یه نیزه. سپس برگشته و نیزه رو از داخل بدن جنازه بکشید بیرون. بسیم تا این مرد الان اینجاست. کارت الکترونیک رو برمیداریم. سپس حالا بعد اون حالا من زودتر چی کردم. یه نیزه عجیب رو برمیداره. بعد بیرون میگه بعد از تماشای این که بعد از چیه نمایش داده میشه. کارت الکترونیک رو از اینو برداشتیم. این کارت الکترونیک و به کمک آن دری که چراغ آن چشمک میزند رو باز کنید. شب بعد میریم داخل. گفت بعد سیم رو برداریم از سمت راست. و همانی که برداشتیمش
از داخل اتاق و به طرف مجسمه شکسته برگردید. دستم خود رفت. مامو شکست. خب از رو شب بخیر. رسیدیم به تو میگم. از زمانی که به وسیله سیم این سر مجسمه ها رو با این سر نیزه میبندیم و یک گرز دستاز درست میکنیم. این از اینم از این و اینم از این گرز دستاز. بعد به کمک گرز در سمت سالن و به کمک این حال با این گرز آخرین در سمت چپ سالن را بکشید. بعد میره بشکنید. در واقع بهتر میشکنیمش. نیم داخل در به اتاق. شبیه اون آدم های قدیمی که تو اهرام مصر کار میکردن، شبیه اوناست که یه جورای شبیه ایلومیناتی هم هست که این هم عکس ایلومیناتی. این هم یه جور انگار ایلومیناتی. خیلی باید دقت کرد. اینجوری مثلث این مثلا این چش هست، اینجاش 2 شاخ هست. الان دقت کنید. حالا گفته باید بریم یه موجود نیمه انسان میریم داخل اتاقی که برق نداره. حالا میریم داخلش. وقتی رفتیم داخلش این اتاق برقاش خاموش و سمت راستش یه کلید است. کلیدو که روشن کردیم، گفتم پولم میگیم، یه چاقو از برق میداریم و اینجا یه علامت خیلی عجیب هست که اینجوری ایلومیناسیونن هست. این شکلی. چقدر شبیه شد. بعدش که داشتیم میریم بیرون. بعد اینجا یه دکتر هست که ما خیلی بهش نیاز داریم که مرده، آویزون شده مرده. بعد با این چاقو میریم دستشو قطع میکنیم. و اینکه اینجا یه سری چیا هم هست، رمز و رازا، مثلا 666 کد شیطان چیزا هست و این یارو حالش خراب شد. صدای چی بود؟ این همون دکتریه که دست رفتیم که داخل اتاق. رفتیم که دوباره میریم اون در آخریه. وقتی رفتیم با یه دری هست با اسکنر باز میشه و فقط مخصوص دست این جناب دکتره. وقتی من دستم یه ذره اینجوری میاد رو صفحه واسه این دره که سبزه، زمین در باز میشه. میریم داخل، جعبه کمک های اولیه رو باز میکنیم. میریم به کمک اونی که لالوکوره. وقتی که رفتیم بیرون در میان میریم. اینجا خیلی چیه مشکوکیه. این چی هم نور هم حتی مثلث برعکسه. رفتیم که اینجا میبینیم این یارو مرده. بعد کد 666 دقت کنید هست. و وقتی که چی شد و بریم سراغ چیه و بریم کجا؟
وای الان یه موجود شیطانی میاد. نه 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 الان یه موجود شیطانی میاد و فراتر شبیه شیطان. نباید بذاریم ما رو بگیره. وقتی که رفتیم سمت در خروجی رمزی هست. رمزه چیه؟ کد 666 بیا منو بخور. فراریم فراری فراریم فراری دی دی دی. بای بای. الان اینم میاد. لعنت به. باید بریم این در آخر که کد 666 What? خیلی خوب برای بچه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. عشق کنین. خدا نگهدار.